در سیستم بازاری بی‌شبکه‌ای ما دو روش اصولی داریم. یکی اینکه شخص نسبت به فروش یه محصول اقدام میکنه و شخصاً یه سامانه فروش تأسیس میکنه. تا زمانی که فروش داشته باشه درآمد معقولانه هم کسب میکنه. به محض اینکه فروشش رو متوقف کنه درآمد حاصل از اونم قطع میشه. اما تو نوع دوم که پولسازتر هم هست، مدل بیزینس پیشنهادی من که یک سیستمی که از قبل طراحی شده و خودش سامانه فروش و توزیع داره و فقط ما مشتری‌های بالقوه رو به این سیستم معرفی میکنیم و اون مشتری خودش عضوی میشه که هر چند ساعتی هم که کار کنه انگار که به ساعت کاری ما کمک کرد. مثلا اگه شما فقط 10 ساعت در روز توان کار دارید و عضوی به این شما بپیونده، او هم 10 ساعت کار انجام بده، مثل اینه که شما 20 ساعت کار انجام بدید و اینطوریه که کار کرده شما 2 برابر میشه تا الی آخر. و این همون راز تصاعدی بالا رفتن درآمد تو این سیستم، چون در حالی که شما هنوز 10 ساعت کار انجام میدین به اندازه کسی که 100 ساعت کار کرده عایدی خواهید داشت و این شگفت انگیزه. بالاخره اینکه روزی هم اگه کار نکنید سیستم باز هم برای شما در حال درآمدزایی خواهد.